سرگئی سبیانین شهرداری مسکو روز چهارشنبه در جریان ارزیابی سرایت کرونا ویروس گفت که فعلا برای دوباره فعال کردن مؤسسه‌های ساحه خدماتی معیشی شرایط مناسب نیست، ولی او پیشنهاد کرد سر از 12 می مؤسسه‌های صنعتی و ساختمان‌ها در شکل کامل به کار برگردند. از 12 می نه قسمی از کارخانه‌های صنعتی و ساختمان‌ها بلکه همه کارخانه‌ها و ساختمان‌ها دوباره فعال گردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از پیشنهاد شهرداری مسکو درباره بازگشت به کار در مؤسسه‌های صنعتی و ساختمان دستگیری کرد. با اشاره به سرایت کرونا ویروس، رئیس جمهوری روسیه از 29 مارس در کشور رژیم گوشه‌نشینی جاری کرد. کارگران و خادمان را وعده داد که معاش میانه آنها را پرداخت می‌کند. در این روند صدها هزار مهاجر تاجیک هم که در روسیه کار می‌کنند گوشه‌نشین شدند. به قول آنها در حالت‌های زیاد شغل آنها کاربی و یا ساعتبی بود و کاردهندگان در نسبت مهاجران کاری مسئولیت حس نمی‌کنند. روز چهارشنبه ستاد مبارزه با کووید در روسیه گفت در 4 روز اخیر هر روز شماره گرفتاران بیش از 10,000 بوده است. عموما در روسیه نزدیک 166,000 نفر گرفتار بیماری کووید 19 شدند و 1537 نفر دیگر هلاک گردیدند.